سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. اومدیم با هم دیگه با آهنگ اوپنهایمر از بیگ شگی گوش کنیم، ببینیم بچه مشهد هستش، خیلی خوب رپ میکنه. بریم ببینیم آهنگ اوپنهایمر چی هستش. حالا میاد بالا ریپلایه به همون میرسه تیز مایه اون دندونا برق گیرزایه بیگ کینگه مسد و فیلم پایه شدن دامبلدور رو مجیک ما رو میبینیم میگه امپراتوری مشهده، میزنیم پنیک شما پونی ها که فنید داداش پهلوونه پونی ها ولی ببین در میاد بهزا هم باریو تو آسینا رو نمیدیم هر باریو رفقا میکنم پک باریو حاجی سیبیلو درم مک باریو میگه توی آسین همجا نمیکنم هر ماریو یا ماره ها. بمون میرسونه ایزی دولار رای میزنم ترسون ترم میتی کمانسان نجیله بره میاد توی تلیفون آکار میگه میزنم چی، میگه امضام خفن‌تر از چیزه میتیکومان کارتونشو نمیدونم دیده بودین یا نه، یک کارتونه. میدی میگی خداست کار تو مغزم ای تو ای نداره رپم هیکومه نمیشه منشد گیم اوور چاقل مکسم این و ای تو هرم آبیه خودکارم شد سونی که ترسی چونه تو مجبوری سل کنی میگه از ترس چونتون مجبورین سول کنین. با کی؟ هیتر؟ شنونده؟ کی؟ مشهد بهت میده شد فوری الان سیکنه تیر میاد توی بلبوری سیستم افتاره رخ شبیه حبسی ها ایتی ها برق میزنه رو سبزی ها میگه رخم حبس مثل حبسی هست. تو بالا تنه جایی که براشو میذارن آفرداش کتا تخفیف تفسی هست چیزی بهت نمیرسه چاقی ازم همون هیترها رو میگه مجبورین با هم از ترس کنتون سول کنین. تنها جایی هم که واسه شما میاد همون تپسیه. مجانی شگی اومدم مشهد پشمالی بزارو میکنم رو تو شک ضرب فنی آجی مثل سن یزدانی نمیده پیک دوز لپرون این توز اورجینالیتی هم نلیستم کیروز کارو نیسته تو ندی گوش انمیان سور این کلمه اورجینالیتی رو تو تمام آهنگاش من رفتم گوش کردم، بخوای که تازه من خودم باش آشنا شدم. کلمه اورجینالیتی و مشهد گنگ رو توی همه آهنگاش استفاده کرده. سوراخ در رو نزدی جور روزا خوبش مایی میگردی رد کی داداشم خود درم بردم بد بگیر میزینی 5 تاکی ماشینا سیبیل تو سیبیل کاردا تیز میشه با تل البکی تصفشم ترون جان اف کندی تو سفنجک میشه نانت بنوی کابر آرتیستا ازم شاد میخوام فکر کنم میزنم با رخ داشت NFT خیلی باحاله. NFT که میدونین چیه؟ NFT به یک سری توی بلاک چین یک سری کارهای مثل عکس، مثل نقاشی به صورت NFT درش میارن و اونجا به فروش میرسه رو بستر اتریوم بلاک چین. دایدم الان گلد تایمه ترینا اکسیلیه خودم گلد مانه کارهایی که میدیم کلش وایبه با من کمی ساچی میگم بچه اوپنهایمر دوستان بهم میگن هیدی اوپنهایمر نه فیلمشو حتما خیلیاتون دیدین. کسیه که تونست بمب اتم درست کنه. تو جیبم ترسا نقده مثل ATM روکم لو نمیده حتی با AVM رونداف رینیم بعد هم اسم میگه لوکم لو نمیره مثل AVM چیه؟ نمیدونم چیه، ولی خب لوک که میشه لوکیشن. میگه لوکیشن همون نمیتونه کسی بزنه. آخه بدجوری استیکر داداش بیزنه با رپش تک ما هم تک بزنیم استیکر شما لو لول کارتون بیسیکه ایول با میگه شما تهش بتونین تگ بزنین کارتون لو لول تهش میشه استیکر. بال بود. بیتش هم خوب بود، به نظرم خیلی بیتش باحال بود. هم بیت هم اجرا واقعا عالی بود، خیلی باحال بود. هستمش واقعا به معنای واقعی کلمه بودمش، خیلی باحال بود. حالا نه اینکه مثلا چون خودم مشهدی هستم به خاطر که مشهدی بیگ شگی هم بگم خوب بود، نه،
واقعا خوب بود، خیلی خوب بود. آهنگ خوبه. خیلی خوب بچه‌ها، دیگه تمامش کنم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، لطفا لایک بکنین تا به افراد بیشتری ویدیوم نشون داده بشه و بتونه کانالم رشد کنه. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدافظ.